که آقای یونسیان اومه کار نیمه تموم سی هممون تموم کرده. چه کرده؟ اومه قرعه کشیش با یه مبلغ خیلی خیلی کم نهایه که همه بترن شرکت کنن. حتی خیلی همون که دستبالمون خالیه. یعنی به جای یک کد ایتریم 4 یا 5 تا کد خرید کنیم که به هم با مبلغ 285,000 تومان. چه شانس برنده شدنمون با چندین کد چندین برابر هم یابو. چه 4 نفر اولی نفری 3 میلیون و نفر پنجم برنده خوش شانس پرایدمونه. پس همین الان شانس تا امتحان کن و این هم بدون چه شانس پشت در هممون هی دری زنه ولی در باز نکنیم. ببین شما اگر برنده ای پراید وابید، اگر واقعا نیازی وش نداشته بید ایترید بفروشید و پولش پس انداز کنید یا خرج خونه کنیدون. اگرم ماشین نداشته بید ایترید ماشین برید 30 زیر پاتون. پس ده چتونه؟ منتظر چنید؟